بیایید با هم یک مسافرت به حدوداً 3 میلیون سال قبل داشته باشیم، زمانی که انسان‌های نخستی وجود داشتن. این جد منه. اون برای اینکه بتونه یک شب رو توی این جنگل وحشی سپری کنه و زنده بمونه نیاز داره تا مسائل و موضوعات مختلفی رو یاد بگیره. اون نیاز داره یاد بگیره چطور شکار کنه، نیاز داره یاد بگیره چطور آتیش درست کنه و نیاز داره یاد بگیره چطور از خودش در برابر حیوانات وحشی مراقبت کنه. بیاید برگردیم به زمان حال. الان توی سال 2024 و حدوداً هزار میلیون سال از انسان‌های نخستین فاصله داریم. ببینید، درسته که مغز ما هنوز اون قابلیت‌های یادگیری رو داره، ولی چالش‌هایی که ما باهاشون توی دنیای امروز دست و پنجه نرم می‌کنیم خیلی با چالش‌های اون زمان متفاوت هستن. ما در حال حاضر با انواع و اقسام اطلاعات، حواس پرتی‌ها و تکنولوژی‌های مدرن محاصره شدیم و برای اینکه بتونیم توی جنبه‌های مختلف زندگیمون رشد کنیم نیاز داریم تا یادگیری رو یاد بگیریم. پس ما برای اینکه توی انواع جنبه‌های مختلف زندگیمون از جمله جنبه‌های فردی و اجتماعی رشد پیدا بکنیم نیاز داریم تا یادگیری رو یاد بگیریم. اما برای اینکه بریم سر وقت بحث یادگیری که یک بحث خیلی پیچیده‌ایه و عوامل خیلی مختلفی رو شامل خودش میکنه نیاز داریم تا بشناسیم مغزمون چطور کار میکنه. توی مغز ما حدوداً 85 میلیارد نورون مغزی وجود داره. نورون های مغزی از طریق پالس های الکتریکی با مواد شیمیایی ارتباط برقرار میکنن. این نورون ها از 3 بخش تشکیل شدن: آکسون، دندریت و بدنه. موقعی که ما شروع به یادگیری یک مهارت و مسئله میکنیم از طریق حواس اطلاعات رو وارد میکنیم. حالا یک چیزی رو میبینیم، یک چیزی رو میشنویم، همین حواس پنجگانه. اطلاعات رو وارد مغزمون میکنیم و این اطلاعات توسط همین نورون‌های عصبی پردازش میشن و منتقل میشن. حالا بیاید ببینیم چطوری. پالس‌های الکتریکی از طریق دندریت‌ها دریافت میشن. هر پالس یک رفتار یا هر حس یا چیزهای از این قبیله، میتونه حتی مواد شیمیایی باشه. بعد از این که توسط دندریت‌ها دریافت میشن توسط بدنه به آکسون‌ها میرسن و از طریق آکسون به سلول‌های بعدی منتقل میشن. هر سلول از طریق همین آکسون‌هاش میتونه با حدود 1000 تا 10,000 سلول عصبی دیگه ارتباط داشته باشه و این فوق‌العاده شگفت‌آوره. خب الان ما میدونیم که مغزمون چطوری کار میکنه، ولی به نظرتون چه فایده‌ای داره که ما بدونیم مغز واقعا چطوری کار میکنه؟ عملکردش برای ما چیه؟ الان دیگه با دونستن عملکرد مغز برای ما نمیتونن وجود نداره. ما دیگه از این و بعد از هیچ نمیتونن استفاده نمی کنیم. ببینید بچه ها، زمانی که ما داریم نورون‌های عصبی جدید میسازیم و یک فعالیت و مهارت جدید رو داریم یاد میگیریم، داریم در حقیقت یک مسیر عصبی جدید میسازیم. خب اما باید اینو در نظر داشته باشید، مغز ما احمق نیست که فقط با یک بار انجام دادن یک چیزی بخواد اون موضوع رو کلاً برای خودش نگه داره و حفظش بکنه و به قول یک مسیر عصبی بسازه برای این موضوع. ببینید، بذارید براتون اینطوری بگم، مغز برای این که بتونه فعالیت‌های خودش رو حفظ بکنه میاد خیلی از مسیرهای عصبی که ما ازشون استفاده نمی کنیم رو غیر فعال میکنه برای اینکه کارکردش رو پایین بیاره و سوخت کمتری مصرف بکنه، انرژی کمتری مصرف بکنه.
پس مغز میاد با کاهش مصرف انرژی توی همه چیز صرفه جویی میکنه. پس زمانی که ما داریم یک مهارت یا یک مسئله جدید رو که تا حالا انجامش ندادیم شروع میکنیم به یاد گرفتن و یاد میگیریم، مغز حالا 4 تا پالس الکتریکی بین نورون‌های این ور اون ور میفرسته، درسته؟ ولی نمیاد اونجا به عنوان یک مهارتی که شما چندین ساله دارین انجامش میدین توی مغزتون حفظش بکنه و براش همون دفعه اول نورون‌های عصبی بسازه. پس مغز ما احمق نیست، درسته؟ نمیاد با یک بار انجام دادن یک کاری برامون یک مسیر عصبی قوی بسازه. ما برای این که یک مسیر عصبی قوی بسازیم نیاز داریم به تمرین و تکرار کردن. ببینید وقتی که ما میخوایم یک مهارت رو یاد بگیریم هرچی بیشتر و بهتر تلاش کنیم اون مسیر عصبی که میسازیم خیلی قوی‌تر و بهتر میشه، چون ارتباط نورون ها با همدیگه بهتر و قوی‌تر شده توی اون زمینه. پس ما نیاز داریم هر مهارتی که میخوایم یاد بگیریم رو با تمرین و تکرار بسازیم و این موضوع رو به صورت علمی به شما نشون دادم. ببینید بچه ها، توی مغز ما میلیاردها نورون دارن کار میکنن تا ما یه کاری این بیرون انجام بدیم، یه کاری توی جهانی که الان داریم زندگی میکنیم انجام بدیم. پس باید تلاش بکنیم. ما الان متوجه شدیم که هوش ثابت نیست و میتونه تغییر بکنه. با یاد گرفتن نحوه عمل کردن مغز ما متوجه میشیم که هوش و استعداد اصلا ثابت نیستن و خیلی راحت میتونن تغییر پیدا بکنن. با تمرین و تکرار هر چیزی رو میسازیم، نمیتونم دیگه وجود نداره و میدونیم که اگر میگیم هوش من توی فلان چیز خوبه، در حقیقت مسیرهای عصبی قوی تری هست توی اون موضوع در تو. از این به بعد دیگه من ریاضی بلد نیستم و من زبان انگلیسی بلد نیستم و اینجور چیزا نداری، چون خیلی راحت با ساختن مسیرهای عصبی با تمرین و تکرار میتونی IQ رو تغییر بدی. بچه ها بس که یاد گرفتن خیلی گسترده است. توی ویدیوهای بعدی قطعا نکات خیلی مهمتری درباره یادگیری بهتون یاد میدم. اما این ویدیو رو دیگه نمیخوام خیلی گسترده بکنم، خیلی نمیخوام طولانیش بکنم. به خاطر همین ممنونم از این که نگاه میکنید و حمایت میکنید. توی ویدیوهای بعدی احتمالاً مختصر میریم سر وقت بحث یادگیری. توی این ویدیو نحوه عمل کرده مغز رو بررسی کردیم، فهمیدیم نمیتونم وجود نداره و ما با تمرین تکرار میتونیم هر چیزی رو بسازیم.